همه موسفید با همون سین و سال همزبانی و هم هیچ روی ورق نگاه نمیکنه و هم تمدنی و این کلمه های نیست که باید روی ورق بگوی. خب کشوری همسایه هم زبان و هم فرهنگ و هم دین ما کشور تاجیکستان امروز مهمان ما است. ما از نام خود از نام حکومتی مردم ایران سپاس تشکر فلان حرفای عادی است. خب پیش از صحبت کردنم یک 10 بار 5 بار میخونمش دیگه میدونم اتوماتیک من در این صحبت چی بگم. عادتا آمارها را از روی ورق میخونن که خب ما در این سال 25 شرطنامه کردیم، شرطنامه رای آهن، شرطنامه این، شرطنامه اون، پولی بودجه قدر درآمد کردیم، قدر برآمد کردیم، قدر صاحب کارای ایران اومد. خب این همیشه روی سفر ما کنیسپه گرفت نقطه عطفی بود برای روابط. ولی این مردک با میگم پیشش در حوزه های دیگر هم یگان ورق نداره. ما از دور نگاه نشانش دیم نمیتونه اینا نگاه کن هیچی نداره. اینا بیشتر نره اینا ورقش تیار همه قدر. خب اگر روسیه میره با زبان روسی گپ میزنه از روی ورق و از روی برگه خب او را میگن که خب دیگه حقش از زبان روسی است واقعا. یعنی کشور روبری کشور میتونه با زبان تاجیک گپ بزنه برای هر طرف دیگه لازم است ترجمه بیاره بیزار ترجمه بکنه. در سازمان ملل گپ میزنه هر جای دیگه گپ میزنه ترجمه گپ هیچ مشکل اشکالی نیست میگم خب خیرت. ولی ببین در حالی که کادری شوروی است باید زبان روسی دیگه پرفکت باشه. ببین یعنی مردکی خوب با همین سین و سال با همین کلا و سالا هیچ برگه در پیشش نیست. چون زبان مادری دیگه زبان فارسی مادری گپ میزنه هیچ برگه در پیشش نیست عادی و او قدر صحبت‌های خیلی مهمی سیاسی دیگه نیست که ما بگیم که از امو لامالیف تا حمزه نمیدونم آمارهای خیلی مهمی یا که دیگه نمیدونم میشینه او را تحلیل میکنه و میشینه او را خب خیلی چقدر بعضی موضوعهای ژئوپلیتیکی در گپ میزنه که آمار لازم است نیچی نه. یک صحبت‌های عادی سفر داشتیم آمدیم رئیس جمهور آمد خوش آمد این آن آینده برنامه ما آینده همکاری ما وسط ما که مشکلات سیاسی داشتیم و پس سر کردیم فلان تمام شده رفت که سخن میتونیم برابر صدر اعظم تاجیکستان جناب امام علی رحمان. خب این بنده خدا چی میگه؟ نظر که باید در افغانستان امنیت ثبات. خب اگر کسی میگه که خب در پیشش منیتار است میخونه حقیقی مصفید به همین سینی سالش نمیتونه که از 7 متر دورتر هم منیتار روی همو بخونه دیگه 7 متر هم زیاد است هیچ وقت این منطقی نیست. خب نیست سال هیچ نتیجه جز جنگ و خونریزی و گام مؤثر برقرار دادن رابطه‌های خارجی. قبل از همه میخواهم بار دیگر امیدوارم این سفر گام مؤثری باشه برای ارتقای روابط بین دو کشور. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. الان نگاه کن محترم نمایندگان وسایط اخباری آمد خانم‌ها و جنابان قبل از همه میخواهم بار دیگر محترم وسایط اخباری آمد خانم‌ها و جنابان قبل از همه میخواهم از نام فلان سید ابراهیم رئیسی برای دعوتشان جهت انجام دادن سفری رسمی به این سرزمین باستانی صمیمانه ایثاری سپاس نمودم. این همین موردی ذکر است که کلمه لااقل خبی و همیشه سلام و درود کردنش محترم خانمان جنابان دامن اونها جنتلمن دیگه شرط نیست همین را از روی ورق باید رهبری یک کشور بگه. مردم در طول 30 28 29 سالی رهبری همین 4 کلمه زبانی تاجیکی از دیگه زبانی فارسی خودمان از دیگه رحمان فهم دیگه لهجه ایرانی گپ نزد از که محترم جنابان و خانمان نمیگه. خب محترم جنابان و خانمان وسطای اخبار آمد گفت همون زبانی خودش خیلی گپ زده است. خب دیگه این نبودن فهمیش و فرهنگ از دیگه درصدی رهبر کشور وقتی میبیو 4 کلمه سلام و درود از روی ورق میخونه دیگه گجا ما دیگه ارزش انسانی داشته باشیم. گجا دیگه ما فخر از او که ما ملت رودکی و سینا و خیام و لایق و نمیدونم زیبونیسا و مومین قناعت داریم. از گجا با این فهمیش با این راهبر با این حکومتی که ما داره بالای ما دولتداری میکنه افت ایرابی حال زار ایرابی ما بگم در کنفرانس سازمان ملل میره خب با یک زبان دیگه گپ میزنه از روی کنیسبک خب حلالت باد میگم بگذار گپ زن بگذار. ولی با زبان تاجیکی کشوری همزبان
هم فرهنگ. کشور ایران که نزدیکترین کشور برای ما است از لحاظ زبان و فرهنگ، می رود در نزد 4 روزنامه‌نگار سمت دیپلمات های او کشور از روی ورق. در آغاز سال روان ما 30 سالگی برقرار نمودن رابطه های دیپلماتی میان کشورهایمان را جشن گرفتیم. تاجیکستان و ایران تا این دوره جهت دریافت راه‌های نوی تحکیم و توسعه مناسبت‌های فراگیر و تأمین گسترش ثمرات آنها منتظم تدبیرهای عملی اندیشیده به سطح بلندی همکاری‌های سازنده خود رسیدند. این 4 کلمه ملاقات و مذاکراتی امروزه را ما تا آخرش میریم ادامه امضا رسیدند. ورق چند اطمینان دارم که موافقه‌های در جریان مذاکرات حاصل شده با همکاری‌های 2 کشور در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، سرمایه‌گذاری، رابطه‌های بخش خصوصی و سایر 2 کشور موافق مقصد دانسته می‌شود. جانب تاجیکستان برگزاری نمایشگاه‌های مال و محصولات و همایش‌های دایره‌های صاحبکاری تمام شد. اسم آخرش نبود است. اینه نگاه کن. اینه فهمیش یک راهبر که زبانی مادری، زبانی فارسی کشوری هم زبانی ما مهمان می شود. اینه مرحمت کنیم در سطح راهبریت. دیگر چی بگم؟ کجا از فرهنگ و از تمدن حرف زنیم؟ کجا حرف زنیم؟ کجا حرف زنیم؟ نسبت ایران میگه ایران تروریست. بعد از این آیا یک نفر از همه اعتراضگران جزا گرفت در حالی که ترتیبات جمعیتی ویران کرده شد؟ سفارت یک کشور و زمین او کشور حساب میشه، رفت در نزد سفارت به ترتیبی کردن، فرهنگ، آبرو، اعتراض کشور پس کردن، اعتراف یک کشور پس کردن. آیا کی از این عمل جواب گرفت؟ به جوابگری کشیده شد کی؟ ما نمیگذاریم که یک نفر یا 4 تا هرزگو رو آوردن قدا زدن. کی جواب داد؟ هیچ کس. برای چی؟ تیمی مخصوصی وزارت کارهای داخلی اونگرد، اون همون لختکایی که دارن، همون لسکایی که دارن همونا بودن دیگه. برای اینا اجازت هست. برای چی در بدخشان در نزد میدان اسماعیل سامانی مردم اعتراض کرد اونها جنایتکار و اکستریمیست تروریستن، ولی این گروه مخصوصه که آنها کوب در مقابل رژیم خود، حکومت خود طلب استعفای رئیس ولایت کردن، حقی آنها است. ولی اینها یک کشوری بزرگ به نام ایران که در منطقه نام داره تروریست گفتن، تهمت کردن، طرف هیچ جواب نداد. هیچ کس جنایتکار نبود، هیچ کس اکستریمیست. آمدن اونها چومک‌ها را بمیول بستو به چرا سربازا را از کجا آورده به یک انا اومدن که گروه الفنی اکشن چرا در اینجا سلاح استفاده نشد که مثل مردم بدخشانی را بکشین؟ برای چی؟ چرا در وقتی تظاهرات 3 نفر غرضگیر بدین 2 نفر کشته شد؟ چرا اینجا کو اعتراض بود؟ چرا اینجا کشته نشد؟ چرا دستاتون دیزده آغوش خون نزد؟
خودتون تشکیل کردین، روسیا کردین، مردم فریب کردین. چون تشکیل کردن کاری دستی خودتون بودین احمقی. 4 سربازی بیچاره آوردن دور میگیرن از تاپ نکری. چرا نظامی گروه الفا اومد؟ چرا سپیس ناز مخصوص نامد با ورتالیات با اسنایپرای مخصوص از بالای بم بزنه پارا کنه؟ صدای تیر چرا نبرومد؟ چرا چند نفر زخمی نشد؟ چرا چند نفر کشته نشد؟ هزارها چرا از اینجا که جواب نیست، هیچ طرف جواب نداره. ولی در بدخشان مردم اعتراض کردن اونا تروریست، اونا اکستریمیست، نه اونا باید کشته شوند. ولی اینجا یک کشوری به نام ایران که کشوری با نفوذ است، در مقابل او برو اومدن جنگیدن و ایران تروریست تعریف میکنه. ولی بعد از 4 سال این دو که همون خمشدگی باید رفتن پیشان سرخم کردیم.